مسئله تامین بزرگ استعمالی شهری پنجکین با محصولات کشاورزی بروقتی تحت نظارت بواسطه رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده قرار دارد. رئیس شهر با همراهی معاون صحوی و سردار راست کشاورزی و دیگر مسئولین با رفت کشت کارتوشکا، سبزیجات بروقتی، جمع‌آوری حاصل و دیگر مسائل بر رشد کشاورزی علاقمند از یک قطار خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی خلیفه حسن دیدن نمود. با رئیس شهر اطلاع دادند که سال روان نوبسته از مشکلات جای داشته خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی خلیفه حسن برای استحصال محصولات بروقتی از جمله کارتوشکا، سبزی، شلغم، کبوتی‌های گوناگون ترب یک قطار تدبیرها را عملی نمودند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رفت جمع‌آوری حاصل در این خواجگی‌های دهقانی شنا شد و با راهبران خواجگی‌های دهقانی، متخصصان و سهامداران دستور داد که آنها باید با نظرداشت وضع به عمل آمده در کشورهای جهان، بسته بودن سرحدها، پنشوی بیماری کرونا ویروس تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای به دست آوردن حاصل فراوان، تامین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی ارزان روانه سازند. همزمان رئیس شهر به راهبران خواجگی‌های دهقانی، متخصصان و دیگر مسئولین دستور داد که برای هرچه زودتر جمع‌آوری نمودن حاصل محصولات بروقتی و آغاز نمودن کشت تکراری از تمام ذخیره امکانیت‌ها استفاده نمایند و برای تامین آب‌های پالیزی و دیگر واسطه‌های ضروری به دهقانان و کشاورزان مساعدت نمایند.